اگر کسی که در راه پروردگار یک جفت خیر میکند، درهای جنت چی میگفت است؟ ای عبدالله، ای بنده خدا، بسیار کاری خوب کردی، بسیار کاری نیک انجام دادی. سلام علیکم و رحمت الله. برادر اهل اسلام، اینجا برادر داریم قاری بیمار بوده، احوال وی خواستیم خبردار شویم، امر وی صحبت کنیم. یکی اولا بخشش همه شما برادرها که قاری التماس کردن و شرم داشتن که روشون نشان تیان، برای وی بخشش یکم شک و شبه و یکم خیلی فکر نکنی. قاری نخواست که روشن نشان تیان، مقصد شرم داشته. امروی قاری بیمار یا صحبت کردنیم. خدا خواهد. سلام علیکم قاری. چقدر قاری سازی؟ اولتون بده یا؟ بیماری ها چی گفتن تا؟ دکترها چی کسا گفتن تا؟ دلت کسا میگن 50,000 سومون دا باید لچینی کنن. توبت کنی باید ها؟ شرایط زندگی چی خیلی گفتن؟ بهت سیستم، شرایط بهت سیستم. شرایط که ساز میشید من مثال دا این نمیگفتم که مجبور میشدیم. کسایی که خیر میکنن یاردمت میکنن در حق وی چی گفتنی؟ خداوند صاحبینشون کنه، خداوند سپاره از یاد کردگی ما با هر یک آدم پناهندگی و میبخشون. خداوند در پناه الله نگهدار. بله، این برادران معذرت که قاری باز میگم که نشان نداروشه، اما دعای خیر کرد که خداوند هر کسی که در راه خدا به خاطر رضایت الله و رسول برای ما خیر میکنه که من توبت میکنم، خداوند این ثواب این پاره که از خود کرده، میگه 30 پاره که از خود کردم، خداوند حساب وای برخوردارشون بکنه. میگه خداوند های نمره کارتام میپرتم. هر کسی که خواهش داره برادری مجبوری نیست، هر کسی خواهش داره همت داره، خداوند از او میکنیم که ثوابش اجر و در دنیا و آخرت نصیبشون کنه. اگر کسی که در راه پروردگار یک جفت خیر میکند، درهای جنت چی میگفت است؟ ای عبدالله، ای بنده خدا، بسیار کاری خوب کردی، بسیار کاری نیک انجام دادی. حضرت سعدی میگوید پریشان کنیم امروز ای گنجی نجوست. مالدارها را خطاب دارد، پریشان کنیم امروز ای گنجی نجوست، که فردا کلیدش نه در دستی توست. ای انسانی که امروز صاحب کلید هستی، صاحب گنجینه هستی، صاحب صندوق هستی، پریشان کنی امروز ای گنجی نجوست، که فردا کلیدش نه در دستی توست. کلیدم میگیرن کنون بر کفی دست نه هرچی هست، که فردا بدندان گزی پشتی دست. امروز هرچی داری میگه در راه خدا خیر کن که فردا پشتی دست میگزی. حسرتی میشوی دیگر پشیمانی فایده ای نداره، هیچ فایده ای نداره. چگونه که یک قصه را از غزلهای جنونی ما برای شما بیان کردم که روز قیامت 3 طایفه در حسرت هستند، حسرتی هستند. بر روز سوی یاران گفت حضرت و 3 طایفه در حشر است حسرت. 3 طایفه در روز قیامت حسرتی هستند. یکی آن خواجه باشد به عصیان، غلامی او به طاعت های سبحان. غلامش را برم بر سوی جنت، به دوزخ می رود خواجه به حسرت. یکم طایفش کی بود؟ همون کسانی که امروز زیر دست دارند. امروز اداره داری، بالای چند نفر سرداری، امروز دکان داری، بالای چند نفر سرداری. مقصد کدام شما امروز در زیر دستان زیر دست دارین، معاش خور دارین، نان خور دارین؟ شما امروز باید که در برابر همون معاون های خود و در برابر همون کارگرای خود باید پروردگار عبادت کنید.
زیرا روز قیامت میگد انعمون سردارهایی که عبادت نکردن و زیر دستهای او عبادت کردن، زیر دستها را جنت میبرند، خوجینا را دوزخ میبرند. دوم کیست؟ آن که غنی ممسک بمیرد، همه مال او را وارث بگیرد. کند وارث از آن خیر و سخاوت، رود از مال ممسک سوی جنت. دوم غنی ممسک بمیرد، آدم پولداری که در دنیا باری هم یک همسایه را یاردم نکرده است، یک یتیم خانه را یاردم نکرده است، دستی یگان بیچاره و ناتوان نگرفته است، فقط توپ کرده است. گفتی حضرت سعدی کسی جمع کرد و گوشه بنهاد، خودش مرد و زن از پا دیگری داد. توپ کرد. وقتی از دنیا که گذشت چی میشده است؟ بعد مال در دست وارث میزنه، در دست بچت میزنه، در دست خواهرت میزنه، در دست پدر و مادر و یار و رفیقت میزند. بعد اینها چیان؟ اینا خیلی انصاف داشته اند. اون مال جمع شده را میگیرن و بعد در راه خدا صرف میکنن. حضرت مولوی جنونی میگوید که این وارث ها چکار میکند؟ از مال این ممسک غنی جنت میرود و رود ممسک به حسرت جانب نار، به افسوس و ندامت گریه و زار. داد میگه فریاد میزنه که از مال من دیگرها جنت رفتن و من صاحب مال بودم از جنت محروم شدم. بسیار میپیچد. حضرت گفتن شما فریب سله را نخورین که اگر سله در کار باشه این گنبد تاری مسجد ما را ببینید، از سله در کله که داخلش خالی است. باید در علم باید ما چی باشیم؟ عمل کننده باشیم. حضرت سعدی را خدا رحمت کند و میگوید از من بگوی عالم تفسیرگوی را. همون عالمی که تفسیر را میداند، حضرت سعدی گفته است ای حاجی مرزا نترس، ای نام من بگو، از نام من برسانش، از من بگوی عالم تفسیرگوی را. گر در عمل نکوشی نادان مفسری. تو اگر عمل نداشته باشی تو مفسر نه، تو نادان ترین انسانی. باری درخت علم ندانم به جز عمل، گر در علم عمل نکنی شاخ و ببری. من گفته است درخت علم فقط در میوه هاش میبینم. یعنی اگر علم درخت باشد میوه او عمل است. اگر انسان علم دارد عمل ندارد مثل یک درختی که بی میوه است، مثل همون است. دوم آمدیم که در چی رسیدیم؟ تمام حدیث فمن کان من اهل الصلاه دعی من باب الصلاه. کسی در دنیا نمازخوان باشد دروازه نماز در جنت او را فریاد بزده است ای نمازخوان نزد من بیا، نزد من بیا، اینجا جای توست. نمازخانه دروازه ای که به نام نماز در جنت است، وای فریاد میزده است پیش من بیا. دوم از باب نماز، از دروازه نماز سر میزد فریاد میزد است بیا ای انسانی که در دنیا نماز میخواندی، بیا این دروازه نماز است، به نماز داخل شو و دروازه نماز درآ. سوم و من کان من اهل الجهاد دعی من باب الجهاد. کسی در دنیا اگر جهادی در راه خدا کرده است، گویم که مجاهدهایی که برای حمایه قرآن و حمایه دین اسلام جنگیدند، یا گویم که حبیب خدا وقتی که از جنگ برگشتن گفتن ما از جهاد خرد آمدیم و جهاد بر اکبر جهاد میکنیم که این علیه نفس است. یا شخصانی که گویم بر نفسهاشون جهاد میکنن، اینها را باب جهاد، دروازه جهاد فریاد میزد است. و من کان من اهل صدقه
دعی من باب صدقه. کسی که اگر در دنیا سخی باشد، خیر اندیش باشد، از دروازه صدقه فریاد زده می شود: ای بنده خدا، ای آدمی سخی، به من بیا، اینجاست جای تو. وقتی حبیب خدا این حدیث بیان کرد، ابوبکر صدیق میگوید در پهلوش نشسته بود. چی گفتن؟ حضرت ابوبکر صدیق گفتن: بعب انت و امی یا رسول الله، پدر و مادرم فدای جان تو باد. هل یدعا احدکم من تلک الابواب کلها؟ ای حبیب خدا گفت شما دروازه نماز خواندین، شما دروازه جهاد گفتین، شما دروازه روزه گفتین که از دروازه ریان فریاد زده می شود، شما دروازه صدقه گفتین که فریاد زده می شود. آیا شخصی هست که از همه این دروازه ها فریاد زده شود؟ آیا هست نفری که همه دروازه ها محتاج او باشند، منتظر او باشند؟ حضرت ابوبکر این سوال دادند. ابوبکر صدیق شما میدانید که با لقب صدیق مشهور است. یک مجاهد در راه پروردگار بود، خدمتگار رسول اکرم بود، خسور رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود. یکی از دخترهای باکره‌ای که پیغمبر خدا در نکاح خود در آورد، این دختر ابوبکر صدیق حضرت عایشه مادر ما و شما بود. خود ابوبکر حکایه میگن پیش از آنی که رسول اکرم چی جواب گفت به ابوبکر، حضرت ابوبکر خردعاش حکایه میکن در کتاب که بار پدرش میگن ابو قحافه و پیش یک بت برد، بت هیکل. اون وقتا هیکل ها را به حیث خدا عبادت میکردن. پیش همون بت برد و به سوی فرزندش ابوبکر گفت: ای ابوبکر، گفت این از خدای بزرگ ما. زمانی که اسلام نداشتند، زمانی که گویم عبادت نداشتند، وقتی که ابو قحافه پدر ابوبکر صدیق میگوید از پیش ابوبکر دور رفت، ابوبکر به طرف این بوتی که پدرش نشان داد که این خدای توست چی سوال داد؟ گفت: ای بوت، گفت من گرسنه هستم، برای من طعام بده. من گرسنه هستم، گفت برای من طعام بده. ابوبکر میگوید از این بوت این سوال کرد. چگونه که بعض مردمای ما و شما امروز تا حال آدم تکیه به آدم ها دارد که ای اکو عجیب آدم بداخی، همه خرد و کلان سیر بود. مردم تا حال رزق از الله نمی بینند، تا حال تکیه به مردم و تکیه به فلان حکومت و به فلان چیز است. خیلی گوییم که این هم جای تأسف آور است، جای تعجب است که امروز در این قدر پیشروی علم تا حال ما تکیه با بر خدا نداریم، نمیدانیم که رزق پروردگار میرساند. نگاه کرد که از بت هیچ صدای نیامد. گفت: ای، گفت من لباس ندارم، گفت برای من لباس بده. از بت صدای نشد، نه طعام داده توانست، نه لباس داده توانست. صاحب کتاب میگوید همین بوت ابوبکر او برداشت به سوی آسمان و در زمین زد، پاره پارش کرد. گفت تو خدا هم نیستی؟ گفت تو خدا میشدی؟ گفت ما را از طعام از لباس سیر میکردی. گفت تو خدا نیستی. گفت از خوردیش حضرت ابوبکر صدیق بت شکن بود، علیه بت مبارزه میبرد. صاحب همین کتاب میگوید که بار ابوبکر صدیق خود حکایت میکند که در زیر یک درخت خواب بودم، بناگاه میگوید بیدار شدم که یک نوده همین درخت میگوید پایان شد و به سوی من گفت که ای ابوبکر از جات بخیز، امروز در مکه مکرمه یک نفر پیغمبر شد، پیش از همه رفته به او ایمان بیار، تو عزیزترین مردم بعد پیغمبر خدا میشوی. وقتی این صدا را میگوید از درخت شنیدم، گفتم برای من مفصل تر بیان که وی کیست.
گفت وای محمد ابن عبدالله است. گفتم آخی وای رفیقی من است، وای همنشین من است. گفت من برای تو میگویم سراسیمه شو، خیز از جاد رو با وای ایمان بیار که عزیزترین مردم بعد رسول اکرم تو میشوی. ابوبکر صدیق میگوید از جایم خیستم و دوام و پیش محمد صلی الله علیه و سلم آمدم، پرسان کردم. و گفت در اصل به من وحی از پروردگار می آید به یگان معجزه. از حضرت ابوبکر صدیق چکار کردم؟ از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیروی کردم، ایمان به او آوردم. حضرت ابوبکر بسیار آدم خاکسار بودند، بسیار آدم عادی بودند. میگوید زمان عادیگی و خاکساریش در حکایه بیان میکند که حتی چنان عادی بود که گوسفند و گاو همسایه ها را می جوشید. وقتی که میگوید خلیفه شدند، وقتی میگوید در منبر خلیفگی که نشستند، بعداً آوازه مدینه منوره را منتشر شد که ابوبکر خلیفه شد. در خانه همون کمپیری که گوسفند و گاو می جوشید و گوش او رسید که ابوبکر خلیفه شده است. این کمپیر میگه صدا داد که ابوبکر که اگر خلیفه شده باشد گوسفند و گاو مرا کی می جوشد؟ وقتی میگه این سخن به گوش ابوبکر صدیق رسید، گفت والله، گفت قسم به خدا، گفت این مقام خلیفه، گفت جاینشین نمی شود که ابوبکر در غرور و در نخوت اندازد. گفت ابوبکر همون ابوبکر پیشینه است. قسم به خدا، گفت گوسفند و گاوی او را من در حالت خلیفگی من می جوشم. یعنی این قدر حضرت چی بودند؟ عادی بودند، خاکسار بودند. زمان وفاتش هم حکایه میکند که وقتی که آخر حیاتش بود میگوید عایشه صدیقه دخترش فریاد زد، گفت امروز چند شنبه است؟ گفتن دوشنبه هست. گفتن هزارها شکر به سوی پروردگار که عمر هم با عمر دلبند و محمد برابر شد، 63 ساله شدم. و همین روز دوشنبه بود که این دلبند من، این محبوب من دنیا را ترک کرد. از خداوند تمنا دارم که خداوند امشب کاری مرا به پایان برساند. صاحبای کتاب میگه همون شب میگه رخت سفر بستن، همون شب میگه چیکار کرد؟ جان به حق تسلیم کردن. وقتی این سخن میگوید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که گفتن ابوبکر صدیق گفتن آیا نفر یافت می شود که همه دروازه های جنت او را صدا دهند؟ حبیب خدا چی گفتن؟ ارجو ان تکون منهم. ای ابوبکر گو امید دارم که همه دروازه های جنت تو را صدا می دهند. همه آن دروازه های، چی نماز باشد، چی جهاد باشد، چی دروازه روزه باشد، چی دروازه صدقه باشد، همش تو را فریاد میزنند. در همگی در پسنداز حضرت ابوبکر صدیق میگن 4000 درهم بود، همگی 4000 درهم داشت. وقتی رسول اکرم اعلان جهاد کرد، گفت لشکرها را باید مجهز از عراق کنیم. ابوبکر صدیق همراه حضرت عمر بودند. عمر میگوید من خواستم که در همین منظره از ابوبکر صدیق گذرم. رفتم میگوید در خانه مال اسباب انجام جمع کردم و نصف مال ما میگوید آورده در پیغمبر خدا تسلیم کردم. گفت چی مقدار مال آوردی؟ گفتم نصف مال ما آوردم، نصف دیگرش برای روزگارم باز گذاشتم. حضرت عمر گفتند حبیب خدا دعا کردن که خدایا در این مال دادگیت هم برکت دهد، در مالی که پسنداز برای اهل گذاشته در اون هم برکت دهد. حضرت عمر میگن منتظر ابوبکر بدم، کنی از ابوبکر من بگذرم که خیلی مال زیاد من صدقه کردم. وقتی که ابوبکر صدیق آمد میگه در دامنش همون 4000 که داشت پسنداز همگی را آورد، در پیش رسول اکرم ریخت. حبیب خدا گفت هل ابقیت لاهلک شیء؟ برای خانوادت یگان چیزی گذاشتی؟ گفت بله گذاشتم. گفت چی گذاشتی؟ گفت بله گذاشتم ای حبیب خدا. گفت چی گذاشتی؟ گفت الله و رسول او را باز گذاشتم، و جز الله و رسول او چیز دیگر در خانه باقی نگذاشتم، همگی را برای تو تسلیم کردم.
ابوبکر صدیق میگه رسول اکرم دست برداشتند در حقش دعای خیر کردند.